پیرو سپست گذشته در خصوص تعبیر خواب، دوستان زیادی پیشنهاد دادن که مثالی رو جهت درک بیشتر علم تعبیر خواب براتون بیاریم. به همین خاطر در این پست ما یکی از معروفترین خوابهای تاریخ یعنی خواب فرعون رو براتون توضیح میدیم که بعد از اون تاریخ از یوسف علیه السلام تحت عنوان اسطوره علم تعبیر خواب یاد کرد. خوابی که فرعون دید و در آیه 43 سوره یوسف هم بهش اشاره شده این بود: 7 گاو فربه را دید که 7 گاو لاغر اونا رو میخورن و همچنین 7 خوشه سبز و 7 خوشه خشک رو دید. کاری که یوسف کرد این بود که تمام فکت‌های موجود رو بهشون توجه کرد. اول از همه این که چه کسی این خواب رو دیده؟ پادشاه مملکت، نه یه فرد عادی. چون اگه یک فرد عادی همچین خوابی رو میدید میتونست نشون دهنده این باشه که دامها یا زمین کشاورزی اون فرد از بین میره. اما وقتی پادشاه همچین خوابی رو میبینه مفهوم این نمادها خیلی فراتر میره و میخواد هشدار از اوضاع کلی کشور رو به اون شخص بده. نکته دومی که یوسف بهش توجه کرد این بود که فرعون توی خوابش 2 نماد دید: گاو و گندم. در اون زمان اقتصاد کشور بر پایه دامداری و کشاورزی بود. پس وقتی هر 2 نمادی که تو خواب فرعون اومده نشونه منفی توشه، پس نتیجه‌ای که ازش گرفته میشه اینه که قحطی در راهه. چون هر 2 کانال کسب درآمد مردم رو به نابودی دیده. اما اگه فقط گاوها رو به اون صورت میدید میتونست مفهوم اینو بده که یه بیماری فراگیر دامی شیوع پیدا میکنه. یا اگه فقط خوشه های گندم رو میدید که خشک شدن میشد اینطوری برداشت کرد که فرضاً یه آفت همهگیر به جون زمین های کشاورزی میافته. و مورد آخری که یوسف هوشمندانه در نظر گرفت این بود که فرعون توی خواب گاو و گندم دید، نه هیچ دام یا محصولات کشاورزی دیگه ای. نکته‌ای که در مورد این 2 نماد هست اینه که گندم فقط 1 بار در سال کشت و درو میشه و گاو هم در طول سال تنها 1 بچه میتونه متولد کنه. پس یوسف در اینجا دوره زمانی رو تونست درک کنه و فهمید که هر کدوم از نمادها هشدار سال رو بهش داده. پس اعلام کرد که این وقایع 7 سال طول میکشه. خواب فرعون مثال معروفی بود که با مطرح کردنش خواستیم به وضوح ببینید که چطور باید برای تعبیر خواب به جزئیات توجه کرد. توجه نکردن به هر کدوم از فاکتورایی که یوسف در نظر گرفت میتونست تعبیرشو به اشتباه بندازه. پس دقت داشته باشید علاوه بر دونستن نمادها و تحلیل و بررسی همه جانبه، توجه به جزئیات اهمیت بسیار زیادی داره.